پور هاشم در عرض کار میکنه با شریعتی. ارسال بلند پشت مدافعین تیم داماش. کوکبی مقابل خودش میلاد روحین جوان رو داره. خود روحین مقابل سیاد کوکبی ارسال رو انجام میده و سعید ابراهیم پور دفع میکنه توپ رو. دوباره بازیکن تیم نیروی زمینی تهران هاشم پور، تکل سعی از رضا زاهد تبار و پرتاب اوتی که در دقیقه سوم بازی برای بازیکن تیم نیروی زمینی به دست میاد. شریعتی به سمت راست. دلفی دوباره شریعتی رو صاحب توپ کردن. در عرض کار میکنن با جباری. حبیب زاده دوباره خود جباری رو صاحب توپ کردن. توپ رو از دست میدن این بار داماشی ها با رستمی. خود محمد رستمی میتونه اعلام خطا کنه. جنگی دست ادامه بازی رو میده و اعتراض محمد رستمی رو هم مشاهده کردی. خود رستمی به سمت راست میاره. رضا زاهد تبار باید راه بندازه قلی بگیر و پاس او ضربه کافی رو نداشت و توپ رو یه جورایی تقدیم کرد به بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. موسی زاده، سیاد کوکبی، اشتباه از کوکبی. موسی زاده با ضربه سر میرفت که دفاع خودشون رو صاحب توپ کنه. یه پاس قشنگ برای داماشی ها. سجاد قلیبگی. حالا اونجا محمدی میری رو میبینید که با داور وسط بازی آقای جنگی صحبت میکنه. محمد رستمی رو میبینید اعتراض داره رو اون صحنه‌ای که دقایق پیش روی او صورت گرفت. ظاهرا اعلام خطا کرده به سود بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. شریعتی پاس توی رو نمیتونه بده و اونجا اعلام خطا میشه بر روی محمد میری که به تازگی به تیم داماش پیوسته و با تلاش‌های فراوانی که انجام شد 4 بازیکنی که به داماش پیوسته بودن کارت بازی اون 4 تا بازیکن هم صادر شد و به این بازی تونستن خودشون رو برسونن. کنعان طاهر نژاد کوتاه کار میکنه با علی خدایی. خود خدایی سپر سیمانپور رو صاحب توپ کرد. موفق شریعتی به سمت چپ میارن با کوکبی. مقابل خودش روحین رو داره. موفقم کار میکنه میلاد روحین. توپ رو به بیرون میزنه. جوون آینده داره داماشی ها که آقای نظر محمدی به اون میدان داره در هفته اول دور برگشت. پور هاشم پرتابوت رو انجام میده. روحین تحت فشار قرار میده. بازیکن تیم نیروی زمینی تهران رو مجبور با سنگربان خودشون علی مولایی، اگه اشتباه کنم ملایی، علی ملایی بود که توپ رو بلند ارسال کرد و توپ او یک تیکه از اون گوشه به بیرون رفت. علی خدایی باید پرتابوت رو انجام بده. راه میکنه تا طاهر نژاد پرتاب رو بلند انجام بده بر داماشی ها. بلند به زمین تیم نیروی زمینی. ضربه سر رو سیمانپور میزنه. میاد یزدانی درگیر با شریعتی به زیر توپ میزنه. میلاد روحین درگیر با سیاد کوکبی. باید ببینید کدوم بازیکن موفق اعتقاد به هند داشتن بازیکن تیم داماش. حالا ارسال بلند رو انجام میدن و سعید ابراهیم پوره که توپ رو جمع میکنه. کوتاه کار میکنه با طاهر نژاد. ارسال بلند برای محمد میری. اعلام خطا میشه بر روی او.
آقای جنگی این بار حالا سوت رو به سوی داماشیا زده. بازی رو سریع به جریان در میارن. محمد میری، سجاد قلیبگی درگیر با صیاد کوکبی. اعلام اوت میشه به سود داماش گیلان. قلیبگی لحظه اعتقاد داشت که خطایی بر روی او صورت گرفته، ولی آقای جنگی دستور ادامه بازی رو داد. روین رفته که پرتاب رو انجام بده. پرتاب رو تندتیز انجام داده، توپ او یک تیشه به بیرون رفته، باید از کنار دروازه تیم نیروی زمینی تهران بازی به جریان در بیاد. ملایی کوتاه کار کرده با شریعتی، در عرض کار میکنه با جباری، پا به توپ. خود جباری کوکبی رو میبینه. کاپیتان نیروی زمینی درگیری که میانه میدان شکل گرفت و توپ با برخورد به پای بازیکن تیم نیروی زمینی تهران به بیرون رفت. پرتابوت رو انجام میده. خدایی رستمی رو به عقب با آرمان لطف خدا. ارسال بلند رو برای استفاده زاید توار انجام دادن. دلفی بلند برای استفاده صیاد کوکبی. روین درگیر با کوکبی، با ضربه سر توپ رو به بیرون زد و اگه اشتباه نکنیم اعلام کورنر شده. میلاد روین جوان تا این لحظه خوب کار کرده. صیاد کوکبی توپ رو رها میکنه تا یار شماره 2 ابراهیم مرادی ارسال کورنر رو انجام بده برای بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. کم کم وارد دقیقه 8 بازی میشیم. بازی که همچنان بدون گل داره دنبال میشه. ارسال بلند خطرناک، دفع توپ از سعید ابراهیم پور، توپ به سجاد قلیبگی رسیده. خود قلیبگی پاس رو میرسونه، هرجور شده به میاد یزدانی. موفق بازیکن تیم نیروی زمینی تهران 1-2 رو انجام میدن. گوشه زمین یه ارسال بی هدف، توپی که به سعید ابراهیم پور رسیده. سنگربان امروز داماشی ها کوتاه کار میکنه با محمد میری. قلیبگی دوباره میری سعی میکنن بازی رو آرام کنن. محمد میری هافک خوش تکنیک و با تجربه داماشی ها فصل گذشته در تیم هوادار تهران توپ میزده، به تازگی به تیم داماش پیوسته و در ترکیب آقای نظر محمدی هم قرار گرفته از همون هفته اول. لطف خدا کوتاه کار میکنه با میری. خود میری توپ رو به زاید توار رسونده، رو دستش حرکت میکنه. روین باز زاید توار رو راه بندازه. پاس قشنگ برای زاید توار، یه تک میتونست اعلام خطا کنه. آقای جنگی قشنگ پای زاید توار رو زد. صیاد کوکبی دستور ادامه بازی رو دادن. کمک آقای جنگی هم در فاصله 2 متری قرار داشت. این قشنگ از پشت پای رضا زاید توار رو قیچی کرد. نمیدونم چرا دستور ادامه بازی رو داد. آقای جنگی میره با زاید توار صحبت میکنه و میتونه ادامه بده. این مقدار بازیکن داماش درگیرن با داور بازی. ظاهرا تمام تصمیمات داور اعتراض دارن. داماشی ها میبینیم محمد میری رو داره دوباره صحبت میکنه با جنگی. پرتاود برای داماشی هاست. کار فرپله رو باید انجام بدن. رضا زاید توار توپ رو به دروازه‌بان تیم نیروی زمینی یعنی علی ملایی میسپاره. خود ملایی کوتاه کار میکنه با شریعتی. بلند به زمین تیم دامار، ضربه سر رو کنان طاهر نژاد زده. میاد یزدانی، اشتباه از او. باز هم طاهر نژاد اومد و توپ رو دفع کرد. جباری، دلفی، اشتباه از یونس دلفی. این مقدار میزان اشتباهات میان بازیکنان تیم زیاد و اینجایی که بازیکنان داماش همچنان درگیره. ببینیم چی میشه. توپ رو در میارن بازیکن تیم نیروی زمینی تهران.
یه پاس توی عمر رو میرفت که بده و توپو هم بی هدف سعید ابراهیم پور میرسه. قشنگ تمام برنامه‌هاشون رو روی سیاد کوکبی برنامه‌ریزی کردن. این برام ما میلاد رویین جوان و دونده رو داریم، امیدواریم تا پایان بازی همچنان میلاد بتونه همینطوری پر انرژی و پر قدرت کار کنه و کوکبی رو کنترل کنه. خدایی به زیر توپ میزنه، میاد یزدانی توپ به اون نمیرسه. دفعه تو یار شما 2 مرادی، محمد رستمی، اشتباه رستمی میرفت که کار دست داماشیا بده. سیاد کوکبی خطرناک، مرسی از میلاد لویی. گفتم میلاد لویی امروز داره خوب کار میکنه، جوون خوش نفس داماشیا میاد و یه لحظه توپ رو بیرون میزنه. میرفت که سیاد کوکبی موقعیت تک به تک رو به دست بیاره. رویین اومد و توپ رو قطع کرد. دومین باری که میلاد رویین اومد و توپ رو قطع کرده. کورنر رو باید ببینیم کدومی که از بازیکن تیم نیروی زمینی میزنن. مرادیه یار شماره 2 پشت توپ قرار گرفته. مرادی ارسال بلند رو انجام میده، خطرناک. دفعه تو بعد سعید ابراهیم پور اعلام خطا میشه برای او. دقیقه 15 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان بدون گل. داماش گیلان 0، نیروی زمینی تهران 0. Can you speak English? جنب لایو چک کنید خوبه یا نه گیجی شما. انشالله سگم یک لایو چک. مرادی درگیر با میاد یزدانی، توپ به داماشیا رسیده. علی خدایی، رستمی رو به عقب. طاهر نژاد دفع توپ رو انجام میده. سپر سیمانپور توپ رو از دست میده. دوباره خود سپر موفق. سیمانپور میتونه اون گوشه راه بندازه، میاد یزدانی رو یکی دو تا دریبل رو میزنه. حالا یزدانی رو صاحب توپ میکنه، میاد پشت محوطه جریمه با میری دوباره سمت چپ میبره. یزدانی رو به عقب با میری، خود محمد میری یکی دو تا دریبل رو میزنه. حالا اعلام خطا میشه. بیستمین دقیقه بازی رو پشت سر گذاشتیم. بازی رو سعید داماشیا به جریان در میارن، ارسال رو انجام میده. دوباره میری بعد ارسال رو انجام میده. حالا ارسال بلند، ضربه سر رو مرادی میزنه. سیاد کوکبی، دلفی میانه های میدان، خود دلفی موفق بازیکن داماش و محمد رستمی که با یار شماره 25 در زمین حاضر شده. میری به سمت چپ میبره. قلی بگی، میری کوتاه با لطف خدا به سمت چپ میبره برای علی خدایی. خود میری رو به عقب با خدایی. طاهر نژاد، لطف خدا بلند برای استفاده رویین. خود رویین باید ببینیم چه کار میکنه. میلاد رویین همچنان صاحب توپ، یعنی یه کورنر رو میتونه بگیره میلاد رویین. خود رویین گوشه زمین همچنان صاحب توپ، ارسال رو انجام میده. رضا زایتبار 1 و 2 با رستمی کوتاه با بزنه. سپر سیمانپور داخل 6 قدم توپ رو دفع میکنن مدافعین تیم نیروی زمینی تهران. میری رفته که ارسال کورنر رو برای داماشی ها انجام بده.
خود میری پشت توپ، کوتاه کار میکنه با یزدانی. خود یزدانی باید ارسال رو انجام بده. میاد یزدانی همچنان صاحب توپ داخل محوطه جریمه ارسال رو انجام میده. دفع توپ صورت میگیره. علی خدایی رو به عقب کار میکنه با سعید ابراهیم پور. خود ابراهیم پور از بازیکنان خودش میخواد که نظم تیمی رو رعایت کنن، شکل بگیرن. همچنان خودش صاحب توپ. سعید ابراهیم پور با تجربه کوتاه کار میکنه با کران طاهر نژاد. بلند بر استفاده سیمانپور. رضا زاهد درگیر با مرادی، به زیر توپ میزنه مرادی. روین محمد رستمی، اعلام خطا میشه از یونس دلفی بر روی او. یه کارت زرد رو هم آقای جنگی میده به دلفی بابت اون خطایی که بر روی محمد رستمی انجام داد. یونس دلفی که به عنوان بازیکن سرباز در تیم نیروی زمین تهران شاغل و داره بازی میکنه این فصل رو در این تیم. محمد میری باید بازی رو به جریان در بیاره. 23مین دقیقه بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان بدون گل. داماش گیلان 0، نیروی زمینی تهران 0. میری کوتاه کار میکنه با روین. خود میلاد روین مقابل خودش صیاد کوکبی رو داره. سپر سیمانپور رو صاحب توپ میکنه. 1 و 2 رو میرفت که انجام بده. موفق بازیکن تیم داماش و لطف خدا. رضا زاهد تبار چرا نمیدونم چرا اعلام خطا نمیکنه آقای جنگی. یه جورایی لج کرده بازیکن تیم داماش. شریعتی صاحب توپ به سمت راست میبرن. یه پاس توی عمق رو میدن برای دلفی. اون گوشه زمین مقابل خودش خدایی رو داره. دلفی رو به عقب نباید بزن ارسال رو انجام بده. ارسال ضربه سر رو بازیکن تیم داماش میزنن و اونجا سعید ابراهیم پور که خونسرد و تسلط کامل توپ رو در دستان خودش حفظ میکنه. کوتاه کار میکنه با کنعان طاهر نژاد. به سمت چپ میبرن بازیکن تیم داماش. محمد میری رو صاحب توپ کردن. خود میری یه پاس قشنگ رو میندازه برای سپر سیمانپور. شریعتی مجبور میشه که با دروازه‌بان خودشون علی ملایی کار کنه. خود ملایی یه پاس بی‌هدف بازیکن تیم نیروی زمینی که سعید ابراهیم پور صاحب توپ میشه. محمد میری پاس بلند رو ارسال میکنه برای رضا زاهد تبار. ضربه سر رو مدافعین تیم نیروی زمینی زدن. صیاد کوکبی. علی خدایی رو مقابل خودش داره. خود علی خدایی یه لحظه اشتباه رو انجام میده. خدایی خطرناکه، نبود بزنه داخل محوطه جریمه. بازیکن داماش دفع توپ رو انجام میدن. باز هم همچنان حملات انجام میشه. میلاد روین، خود روین یه سر توپ قشنگ رو میزنه. چرا ول کرد میلاد روین؟ نبود بزنه ضربه رو بزنه. بازیکن تیم نیرو ارسال رو انجام میده. یه لحظه ول کردن بازیکن تیم داماش. سپر سیمانپور سمای جنگی در فاصله 1 متری اعلام خطا نمیکنه. همه سوتا به ضرر تیم داماشه. پشت محوطه جریمه رستمی، میری، قلی بگی توپ را دست میده. دوباره میری، یزدانی، میری، رستمی باید بازی رو باز کنه. محمد رستمی به سمت راست میاره برای میلاد روین. حالا ارسال بلند رو انجام میده. توپی که بی هدف بود و
یک تیکه به ملایی دروازه‌بان تیم نیروی زمینی رسید. خود ملایی با جباری کار کردن. موسی زاده با شریعتی کار میکنه. خدا مرادی به سمت راست میبره برای ابراهیم مرادی. پور هاشم، خود پور هاشم رو به عقب. شریعتی موفق بازیکن تیم داماش و رستمی به زیر توپ میزنه. آرمان لطف خدا داداش باید بزنی. من الان گوشیم خاموش داره میشه، اصلا تو از زنگ زنی من نمیبینم. باید بزنی استادیوم تختی ترمی. نه برای شما جدید دماغم من دارم لایف میگم، من گزارش میگم افسی دماغ اعلام خطا میشه بر روی سپر سیمانپور. محمد میری پشت توپ قرار گرفته که ضربه کاشته رو بر داموشی‌ها بزنه. خود میری کوتاه کار میکنه، به سمت راست میاره برای روین. خدایی به سمت چپ. میری تکسر برای خدایی، بلند ضربه سر رو شریعتی میزنه. دفع توپ دوباره رو انجام میده. یونس دلفی صاحب توپ میرن که تدارک حمله رو در سر داشته باشن. بازیکن تیم نیرو در شماره 7 رضا حبیب زاده. اعلام خطا میشه از رضا زاده تبار. این کارت زرد رو هم میگیره رضا زاده تبار. هشت دقیقه از بازی رو ما پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان بدون گل. بازی که به میزبانی تیم نیروی زمینی تهران در استادیوم تختی داره برگزار میشه. از نکات حائز اهمیت تغییر مالکیت داماشی هاست. بعد از 16 هفته داماشی ها با تبلیغات اسپانسرینگ رو لباس خودشون پای به این میدان گذاشتن. به بازی بریم و با گذشت بازی در خدمتتون باشیم. سیاد کوکبی موفق بازیکن تیم داماش و علی خدایی کوتاه کار میکنه با میاد یزدانی که تو بازیکن از پیش رو برمی‌داره. میاد یزدانی همچنان صاحب توپ. حالا اعلام خطا میشه از او. جباری بلند ضربه سر رو روین زده. رضا زاده تبار. سجاد قلیبگی توپ رو به سیمانپور رسون. باید اعلام خطا میگه آقای جنگی. من نمیدونم چی رو دیگه میخواد خطا بگیره.
میاد یزدانی ضربه رو میزنه و یه لحظه احساس کرد که ملایی جلو اومده، دروازه نیرزمینی خالیه. قشنگ میتونست اعلام خطا کنه آقای جنگی. آقای نظر محمدی هم میبینید که خیلی عصبانی شده، سرمربی داماشی ها. ما که اینجا بودیم کامل تشخیص دادیم خطا بوده. یه جوری حالا انگار لج کرده داور بازی. جباری کوتاه کار میکنه با حبیب زاده. دوباره جباری به زیر توپ میزنه. لطف خدا ضربه سر رو زده و توپ رو به زاهد تبار رسونده. رستمی درگیر. هاشم زاده میلاد روحی مقابل خودش دلفرید موفق. میلاد روحی یه اشتباه از او لحظه سر خورد. خب با گوشه زمین صیاد کوکبی صاحب توپه، موفق بازیکن تیم داماش و علی خدایی بازم توپ رو از دست میدن. اعلام خطا میشه به سود بازیکن تیم نیروزمینی تهران. گوشه زمین موقعیت بسیار خوبی است برای بازیکن تیم نیروزمینی تهران در دقیقه 33 بازی که همچنان بدون گل داره دنبال میشه. پشت توپ قرار گرفته یا شماره 17 اگر اشتباه نکنم حسام پورهاشم رفته که ارسال رو انجام بده. اون گوشه که بازیکنان بلندقد نیروزمینی تهران هم داخل ارسال رو انجام میده. سعید ابراهیم پور میاد و توپ رو مشت میکنه. ضد حمله برای دامشا داره شکل میگیره. میاد یزدانی یه سر توپ قشنگ رو میزنه و پاس او درستی بازیکن تیم داماش نمیرسه و اینجا هم یه اشتباه دیگه از بازیکن تیم نیروزمینی تهران. بازی باید از کنار دروازه تیم داماش به جریان در بیاد و مشخصا سعید ابراهیم پور که داره با بازیکنان خودش صحبت میکنه و میگه مقدار بازی رو آروم کنن و در دادن پاس آخر دقت بیشتری رو به خرج بدن. یه مقدار تیم داماش تحت فشار قرار گرفته بود، چند دقیقه‌ای بود. سعید ابراهیم پور پشت توپ بلند و یک تیکه به زمین تیم نیروزمینی تهران. ضربه سر رو پور هاشم میزنه. شریعتی با ضربه سر توپ رو رسون با شماره 70 خودشون خدا مرادی، اونم رو به عقب با ملایی به زیر توپ میزنه. لطف خدا میتونست اعلام خطا کنه و اعلام خطا میکنه. آقای جنگی او رو هول داد. مثل دلفی آرمان لطف خدا پشت توپ خود بازی رو جریان در بیاره. کوتاه کار میکنه با کنعان طاهر نژاد. در عرض دوباره با لطف خدا. خود لطف خدا توپ رو به این گوشه زمین میارن. میلاد رویین یه پرتاب اوت رو گرفت. تا این لحظه از بازی چندین اشتباه رو داشتن بازیکن داماش، ولی در کل با شرایط موجود و تأمیناتی که تعطیل بود و 14 بازیکنی که به تهران اومدن تا این لحظه خوب بازی کردن داماشی ها. امیدواریم تا پایان بازی همینجوری ادامه بدن و بتونن دست پر از تهران خارج بشن. پرتاب اوت کم جلوتر به سود داماشی هاست. من خدمتتون عرض کنم رو نیمکت خودش آقای نظر محمدی تنها 3 بازیکن رو داره، 4 بازیکن اگه اشتباه نکنم. ماهان باقری پور، سید حسین حقشناس، اسماعیل فطرتی، رضا شاخص. 4 بازیکنی که عضو تیم جوانان داماش بودن و سهمیه زیر 23 محسوب میشن و یه دونه هم یوسف بهزادی رو دارن که عنوان
گل دوم دست آقای نظر محمدی کاملا بسته است. امیدواریم اون جوانایی هم که رو نیمکت قرار دارن اگه به بازی اومدن میتونن جواب اعتماد آقای نظر محمدی بدن. یه ضربه از رضا زاهد تبار قیچی برگردونی که زد و خطرناک از کنار دروازه تیم نیروی زمینی به بیرون رفت. رضا زاهد تبار میرفت که دروازه تیم نیروی زمینی تهران رو باز کنه. در دقیقه 36 بازی یه ضربه قیچی برگردون رو رضا زد و با اختلاف کمی از کنار دروازه تیم نیروی زمینی به بیرون رفت. بازی رو به جریان در میارن بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. صیاد کوکبی توپ رو میرسونه هرجور شده به هاشمی. اشتباه از هاشمی، باز هم اعلام خطا میکنه. جنگی قشنگ اصلا داره راه میاد با بازیکن تیم نیروی زمینی. اگر ما اینجوری صحبت میکنیم واقعا یه طرفی نیست، تمام خطاها رو داره اونور میگیره و این سمت اصلا قصد اوناست. بازی رو به جریان در میارن. شریعتی بلند ضربه سر رو خدایی زده، دفع توپ رو میری انجام داده. سیمانپور درگیر با شریعتی. موسی زاده به زیر توپ میزنه. علی خدایی دفع توپ رو انجام میده. محمد میری اعلام خطا میشه بر روی. وارد دقیقه 40 بازی میشیم. بازی که همچنان بدون گل داره دنبال میشه. من یه موضوعی رو من همینجا میتونم اعلام کنم. اینا گفته بودن که بازی باید بدون تماشاگر برگزار بشه. ما در سمت چپ و راست خودمون 30-40 نفری رو میبینیم. لطف خدا کوتاه کار میکنه با کنعان طاهر نژاد. خود طاهر نژاد به سمت چپ میبره برای علی خدایی. ارسال بلند برای سپر سیمانپور. خود سپر یه چرخ رو میزنه. رستمی میری اشتباه میکنه. محمد میری میره که ضد حمله شکل بگیره. طاهر نژاد میاد و توپ رو دفع میکنه. باریکلا کنعان. ملایی کوتاه کار میکنه با تاها شریعتی. دوباره خود علی ملایی رو صاحب توپ کردن. در شماره 79 که در درون دروازه تیم نیروی زمینی تهران قرار گرفته. تا شریعتی بلند به زمین تیم داماش. صیاد کوکبی مقابل خودش کنعان طاهر نژاد داره. یه پاس قشنگ رو میده. خطرناکه. میلاد روحی یه تکل سعی رو میزنه داخل محوطه جریمه. صیاد کوکبی ضربه رو میزنه و با اختلاف بسیار زیادی به بیرون میره. سعید ابراهیم پور که بازی رو از کنار دروازه داماشی ها به جریان در بیاره. سعید ابراهیم پور بلند به زمین تیم نیروی زمینی تهران. ضربه سر رو بازیکن تیم نیرو زدن. رستمی به سمت چپ میبره. خطا به سود بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. میخوان ارسال بلند رو انجام بدن. یه لحظه توپ به پای او ننشست و ارسال خیلی بد انجام داد بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. خطرناک. آرمان لطف خدا توپ رو دفع میکنه. پرتاب به سود بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. دقیقه
یکم بازی است، بازی که بدون گل تا این لحظه داره دنبال میشه. یه موقعیت خطرناک رو بازیکن تیم نیرو داشتن، یه موقعیت هم رضا زاهد تبار چند دقیقه پیش از دست داد با ضربه قشنگی که زد. پرتاب رو شماره 7 باید انجام بده. رضا حبیب زاده میخواد پرتاب بلند رو انجام بده اگر اشتباه نکنیم. خود حبیب زاده بلند به محوطه جریمه داماش، خطرناکه، با دفع توپ رو انجام بده. لطف خدا شریعتی رو مقابل خودش داره و یک کورنر رو میگیره تا شریعتی. ابراهیم مرادی کورنر رو خیلی خطرناک ارسال میکنه. مرادی یکی دو کورنر هم زد در دقایق ابتدایی بازی. خود مرادی رفته که ارسال رو قاطی کردن و توپ با برخورد بازیکن نیرو به بیرون زد. خدا رو شکر میکنیم که تا این لحظه بازی همچنان بدون گل داره دنبال میشه. آقای نظر محمدی رو میبینیم که اعتراض شدید رو به علی خدایی داشت. ظاهرا بازیکن خودش رو نتونسته بود یارگیری کنه. سعید ابراهیم پور بازی رو به جریان در میاره. بلند ضربه سر رو سجاد قلیبگی میزنه. سپر سیمانپور، خود سپر اعلام خطا میشه. میتونست سجاد قلیبگی رو راه بندازه. سپر هم خیلی آماده نشون داده. سیمانپوری که از استقلال خوزستان اومده و در پی اینه که شایستگی خودش رو دوباره ثابت کنه. بازیکن جوونی که به عنوان سهمیه زیر 23 سال به عنوان یار قرضی از استقلال خوزستان به تیم داماش پیوسته در نیم فصل دوم. امروز صبح هم که داماشی‌ها با مرداد حیدری تقریبا تموم کردن. مهاجمی که فصل گذشته رو در تیم خیبر خرم‌آباد بوده. نیم فصل اول هم در تیم سرنفت آبادان گذرنده و شاگرد خود آقای نظر محمدی بوده که از نیم فصل دوم برای داماشی‌ها فکر کنم از هفته دوم بتونه به میدان بیاد. مرداد حیدری مهاجمی که به تازگی به تیم داماش پیوسته. محمد میری ارسال بلند رو انجام میده. ضربه سر رو کنان تایر نجات زده. دفع توپ رو انجام میدن بازیکن تیم نیرو. میلاد روحین به زیر توپ میزنه. دفع توپ از مدافعین تیم نیرو. اشتباه از بازیکن تیم نیرو. رضا زاهد تبار. سپر یه لحظه رضا زاهد رو گم کرد و پاس او نرسید. علی ملایی باید بازی رو به جریان در بیاره. کوتاه کار میکنه با شریعتی. ضربه بلند پشت مدافعین تیم داماش. از اون سم یک تیکه به بیرون رفت و پرتاب رو بازیکن تیم داماش باید انجام بدن. کنان تایر نجات میخواد پرتاب بلند رو انجام بده. بلند ضربه سر رو سیمانپور نتونست بزنه و حالا پرتاب به صد بازیکن تیم نیرو زمینی تهران. شریعتی در از کار میکنه با جباری رو به عقب با دروازه‌بان خودشون. علی ملایی، خود ملایی صاحب توپ بلند میزنه به زمین تیم داماش. ضربه سر رو خدایی زد و اعلام خطا شد اونجا بر روی علی خدایی. خطایی رو که اگر اشتباه نکنیم صیاد کوکبی انجام داد. آقای جنگی میره که ببینه خدایی میتونه به بازی ادامه بده. امیدواریم که مسئولیت او جدی نباشه و بتونه به بازی ادامه بده. سر خدایی بلند میشه و میتونه به بازی ادامه بده. تایر نجات پشت توپ قرار گرفته. ارسال بلند میاد یزدانی درگیر با شماره 2 مرادی به زیر توپ میزنه. مرادی این سمت تایر نجات موفق. خود کنعان ضربه سر محکمی رو میزنه و رستمی توپ رو میرسونه به میری. شریعتی
سجاد قلیبگی، رضا زاهد تبار یک و دو رو انجام میدن. خود سجاد ضربه رو میزن و توپی که رو پای او جفت و جور نشد و با اختلاف زیاد از کنار دروازه تیم نیرو شوت سجاد قلیبگی به بیرون رفت. علی ملایی خود ملایی بلند به زمین تیم داماش. میلاد روحین میتونست اعلام خطا کنه، اصلا نمیدونم های جنگی چرا خطا نمیگیره، کاملا از پشت شارژ کرد میلاد روحین رو. آقای ناصر جنگی داور لیگ برتری که برای این بازی انتخاب شده. اعتراض شدید کادر فنی تیم داماش رو میبینید. میلاد روحین مدافع راست امروز داماشی ها اون صحنه احساس مسئولیت کرد و حالا درخواست برانکارت میکنن. امیدواریم میلاد بتونه بازی ادامه بده. دست های نظر محمدی رو نیمکت خالی و تا این لحظه میلاد خیلی خوب کار کرده. الحق و الانصاف. محمد رستمی کاپیتان امروز داماشی ها بعد از یه نیم فصل دوری از داماش باز هم به این تیم بازگشته. امیدواریم با اضافه شدن بازیکنان جدیدی که طی روزهای آینده رونمایی میشن ما تیم داماش کامل و منسجم تری رو ببینیم و با میزبانی که در رشت انجام میدیم در هفته آینده بتونیم 3 امتیاز بازی رو مال خودمون کنیم. به بازی بریم. امیرحسین موسی‌زاده کوتاه کار میکنه با شریعتی. مرادی اشتباه بازیکن تیم نیرو میرفت که سجاد قلیبگی تک به تک بشه. رضا زاهد تبار صاحب توپ درگیره. خود رضا میلاد روحین توپ رو برمیداره و به قلب دفاع تیم نیرو میزنه. ارسال رو انجام میده و یه کورنر رو باید بگیرن. بله یه کورنر برای داماشی ها. ضربه کورنر رو باید ببینیم کدومی که بازیکن تیم داماش میزنن. محمد میریه که رفته ارسال رو انجام بده. سجاد قلیبگی هم رو دست خودش داره. خود میری ارسال رو میخواد انجام بده. محمد میری پشت توپ تندتیز ارسال رو انجام میده و اعلام خطا میشه اونجا بر روی شریعتی. خطایی رو که اگه اشتباه نکنیم کنان طاهر نژاد انجام داد و بازی رو با جریان در بیارن. حالا دیگه کم کم باید منتظر وقتای اضافه این بازی باشیم. 3 دقیقه وقتای اضافه رو داور چهارم بازی در نظر گرفته آقای جنگی. وقت اضافه نیمه اول 3 دقیقه. چهل ششمین دقیقه بازی رو پشت سر می‌ذاریم. حساب کار همچنان بدون گل. داماش گیلان 0 نیز زمین تهران هم 0. میلاد روحین پرتابوت رو میخواد انجام بده. بلند زاهد تبار درگیر با مدافعین تیم نیرو. کنان طاهر نژاد ضربه سر رو میزنه. دوباره خود کنان میری با ضربه سر میرفت که
قلیبگی رو صاحب توپ کنه. یونس دلفی بازی رو باز میکنه. اشتباه بازیکن تیم نیرو. محمد رستمی کوتاه با قلیبگی، یه پاس قشنگ برای استفاده میاد یزدانی که توپ به پای او چسبید و یه لحظه تو استاپ خودش اشتباه کرد. میاد یزدانی میرفت که تک به تک بشه. قشنگ داموشی ها میتونن روی اشتباهات بازیکن تیم نیرو صاحب موقعیت بشن. مرادی اون گوشه زمین، مدافع راست نیروی زمینی تهران در از کار میکنه. پاس توی عمق رو میدن و توپی که باز هم از اون سمت بیرون میره. سعید ابراهیم پوره که باید بازی رو به جریان در بیاره. دیگه کم کم هم باید منتظر سوت پایان نیمه اول باشیم. بازی که داره بدون گل دنبال میشه. من دوباره این موضوع رو خدمت تمام بینندگان هواداری داماش عرض میکنم. تیم داماش با 14 بازیکن پای به این میدان گذاشته. 11 بازیکنی که در زمین قرار دارن، 3 بازیکن که از سهمیه جوانان آقای نظر محمدی با خودش به تهران آورده و یه نیمه رو تونستن با امتیاز خارج بشن. امیدواریم در پایان بازی هم داماشی‌ها دست پر تهران رو ترک کنن، چرا که تیم نیروی زمینی تهران حریف مستقیم داماشی‌ها است در انتهای جدول. با این امتیازی که داماشی‌ها میگیرن انشالله که بتونن هفته دوم رو پرقدرتر ادامه بدن. کنان طاهر نژاد دفع توپ رو انجام میده. سجاد قلیبگی یه پاس قشنگ برای رضا زایتوار. ببینیم چیکار میکنه. خود رضا مقابل خودش بازیکن تیم نیرو رو داره. خود رضا همچنان صاحب توپ و باز هم توپ رو از دست میده. رضا زاید میتونست توپ رو اینور برداره و ببره گوشه زمین. انتخاب اشتباهی رو که رضا زایتوار انجام داد و دادهای آقای نظر محمدی رو می‌بینید. موقعیت خطرناک برای بازیکن تیم نیرو، نبود بزن اصرار رو انجام بده. خطرناک همچنان اعلام خطا میشه اونجا به سوی داماشی‌ها. دیگه کم کم باید منتظر سوت پایان نیمه اول باشیم. بازی که در نیمه اول با حساب بدون گل به پایان رسید و با 15 دقیقه عزیزانی که با شروع نیمه دوم در خدمتشون هستیم عرض کنم در تیم داماش سعید ابراهیم‌پور در درون دروازه قرار گرفته. کنان طاهر نژاد، سجاد قلیبگی، علی خدایی، میلاد رویین، سپهر سیمانپور، محمد رستمی، محمد میری، میاد یزدانی، آرمان لطف خدا و رضا زایتوار 11 مرد منتخب آقای علی نظر محمدی هستن و با لباسای یک دست آبی رنگ داماشی‌ها رو در سمت راست تصویر می‌بینید. و اما در تیم یک دست قرمز پوش نیروی زمینی تهران، تیم میزبان علی ملایی در اون دروازه قرار گرفته. ابراهیم مرادی، مهیار جباری، طاها شریعتی، رضا حبیبزاده، یونس دلفی، عقیل انافچه، امیر حسین موسی زاده، حسام پور هاشم، خدا مرادی، سیاد کوکبی 11 مرد آقای فرشاد پیوس رو تشکیل دادن و برای شروع نیمه دوم پای به میدان گذاشتن. کم کم به بازی بریم. شریعتی صاحب توپ، خود شریعتی، اشتباه از شریعتی، توپ رو به میاد یزدانی میسپارن. میاد میرفت که قلیبگی رو صاحب توپ کنه. موفق بازیکن تیم نیروی زمینی تهران در شماره 14 موسی زاده مرادی صاحب توپ کوتاه کار میکنه با موسی زاده. دوباره به سمت چپ میبرن. پور هاشم بلند، استاپ سینه از لطف خدا، سیاد کوکبی صاحب توپ. خود کوکبی رو به عقب کار میکنه با موسی زاده. مرادی مقابل خودش میاد یزدانی رو داشت. ضربه سر رو کنان طاهر نژاد زده. محمد رستمی توپ رو به قلیبگی میرسونه. ارسال بلند رو برای استفاده رضا زایتوار انجام میده. اون گوشه زمین رضا زایتوار مقابل خودش مرادی رو داره. خود رضا همچنان صاحب توپ به داخل میزنه. رضا و توپ رو از دست میده. زایتوار یه پاس توی عمق، موفق بازیکن تیم داماش توپ رو به
میاد یزدانی میرسونن. خود میاد یزدانی این گوشه زمین، سپر سیمانپور رو دست او حرکت کرده بود. علی خدایی، رستمی، اشتباه محمد رستمی درگیر همچنان بازیکن تیم نیروی زمینی یا شما 11 خطرناک انافشه، عقیل انافشه. ببین چه کار میکنه. سیاد کوکبی ارسال رو انجام میده و توپ او به بیرون میره. آرمی یک دقیقه فیلم بگیر در این شبکه خبر میخواد اخبار نشون بده، یک دقیقه فیلم بگیر. خب هم عمودی هم از اونم بگیر. سعید ابراهیم پور پشت توپ قرار گرفته، بلند به زمین تیم نیروی زمینی تهران. ضربه سر رو سجاد قلیبگی زده. محمد رستمی میانه های میدان درگیر با عقیل انافچه به سمت چپ میبره. یونس دلفی، خود دلفی صاحب توپ به وسط میاره. اشتباه بازیکن تیم نیرو میره که ضد حمله شک بگیره. سپر سیمانپور راه میندازه رضا زاهد تبار رو. خود رضا یه مقدار عجله میکنه. رضا زاهد تبار تو توپ آخر میتونست توپ رو نگه داره و سپر اضافه بشه. شریعتی با مرادی کار میکنه. موسی زاده جنای بازی رو عوض میکنه. یونس دلفی با یه پاس پشت پا راه میندازه. دفاع چپ خودشون رو ارسال رو انجام میدن. تو با برخورد به پای مدافع تیم داماش به بیرون رفته و پرتاب اوت که نه کورنر شده. ظاهرا اونجا کورنر شده. کورنر رو با بازیکن تیم نیروی زمینی تهران ارسال کنن. خود ابراهیم مرادی رفته که ضربه کورنر رو بزنه برای بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. خود مرادی ارسال رو انجام میده. خطرناک ضربه سر رو میزنه و از بالای دروازه به بیرون میره. موقعیت بسیار خطرناکی بود داره بازیکن تیم نیرو از دست رفت. من خدمت شما عرض کنم دلیلی که مشکل فنی داشتیم، ما داریم لایو بازی رو از روی سایت اف سی داماش می‌بینیم. ان شاءالله از هفته‌های آینده از سایت رسمی باشگاه و از صفحه رسمی باشگاه داماش ما پخش بازی داماش رو در خدمت شما هستیم. سعید ابراهیم پور بلند ضربه سر رو مدافع تیم نیروی زمینی تهران زدن. محمد رستمی با ضربه سر توپ رو به خدایی میرسونه. خود علی خدایی توپو یک ضرب به بیرون رفت. پرتاب به سمت بازیکن تیم نیروی زمینی تهران و مرادی که کوتاه کار میکنه با شریعتی در عرض با جباری. خود جباری اشتباه میکنه. رضا زاهد تبار سپر سیمانپور به دنبال توپ مقابل جباری. اعلام خطا میشه از سپر سیمانپور. ارسال بلند سیاد کوکبی مقابل خودش کنعان طاهر نژاد رو داره. موفق کنعان طاهر نژاد به زیر توپ میزنه. خود کنعان پرتاب برای بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. ابراهیم مرادی دقیقه 53 بازی رو هم پشت سر گذاشته. مسابقه کار همچنان بدون گل داره دنبال میشه. ابراهیم مرادی پرتاب اوت رو انجام میده. موفق بازیکن تیم داماش دفع توپ از میاد یزدانی. انافچه پاس توی عمر رو میده. خطرناکه. مرادی نباید بزنه. ارسال رو انجام بده. یه کار قشنگ از آرمان لطف خدا میاد توپ رو جمع میکنه. خود آرمان. سپر پاس توی عمر برای استفاده
سجاد قلیبگی، خود سجاد رو دستش حرکت کرده سپر و تکل موفق از بازیکن شماره 17 حسام پورهاشم بود که نذاشت توپ سپر سیمانپور برسه. محمد میری همچنان صاحب توپ رو به عقب کار میکنه با لطف خدا. موسازاده صاحب توپ بلند بر استفاده مرادی و توپی که باز هم به بیرون رفت و پرتاب رو بازیکنان داماش گیلان باید انجام بدن. که الان طاهر نژاد اومده که پرتاب بلند رو انجام بده برای داماشی ها. وارد دقیقه 55 بازی شدیم. موقعیت خوب برای بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. خطرناکه، نباید بذارن شوت بزنه. بازی رو باز میکنه. باز هم مدافعین تیم داماش سجاد قلیبگی بدن رو میذاره. خود سجاد داره تک نفره توپ رو برمیداره به جلو میره. خود قلیبگی حالا ارسال رو انجام میده. سپر ضربه رو میزنه توی دروازه. گل برای تیم داماش. 1-0. داماشی ها پیش میافتن در تهران. تیم نصف و نیمه علی نظر محمدی با حساب 1-0 پیش افتاده. سپر سیمانپور مشت اول رو محکم میزنه در بازی اول خودش در نیم فصل دوم مسابقات. سجاد مرسی سجاد. سجاد سپر باریکلا. چه پاسی. یه گل قشنگ رو میزنن داماشی ها در دقیقه 56 بازی. اولین گل تیم داماشیان رشت شماره 21 سپر سیمانپور محمد سیمانپور گل اول رو در بازی اول میزنه و داماشی ها رو پیش میندازه. تیم داماشی که الحق و الانصاف با 2 جلسه تمرین با 14 بازیکن تهران امیدواریم تا پایان بازی بتونیم این 3 امتیاز رو تو مشت خودمون نگه داریم. بازی رو به جریان در میارن بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. موسازاده شریعتی بلند کنان طاهر نژاد صاحب توپ. اشتباه بازیکن تیم نیروی زمینی تهران. توپ به بیرون میره. پرتاب برای بازیکن تیم داماش. خود طاهر نژاد میخواد پرتاب بلند رو انجام بده. « 57 دقیقه بازی رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار 1-0 به سوی تیم داماش. تک گلی رو که سپر سیمانپور روی فرار و حرکت بسیار قشنگی که سجاد قلیبگی انجام داد الحق و الانصاف توپ رو از میانه های میدان گرفت و یه تنه به دل دفاع تیم نیروی زمینی زد. بازم سجاد قلیبگی میتونست اعلام خطا کنه های جنگی ولی پرتاب به سوی داماشی هاست. تاها شریعتی توپ رو دفع میکنه. ضربه سر رو آرمان لطف خدا زده. پورهاشم صاحب توپ رو دست میده. علی خدایی باید توپ رو دفع کنه. پورهاشم مقابل خودش میاد یزدانی رو داره. باز هم موفق بازیکن تیم داماش با محمد رستمی سپر سیمانپور باید 1-2 رو انجام بده. میاد یزدانی حالا یه پاس قشنگ رو میندازه برای استفاده رضا زایتبار. ببینیم چه میشه اونجا. توپ میاد تند و تیز بود و یک تیکه به بیرون رفت.
پاسی که این دفعه میاد شریعتی بلند به زمین تیم داماش، کنان طاهر نژاد، یونس دلفی پشت محوطه جریمه، صیاد کوکبی نباید بزنن ضربه رو، بزنن خود صیاد، موفق بازیکن تیم داماش. ماشاءالله آرمان لطف خدا خودش رو مقابل توپ قرار داده، همچنان خطرناکه. مرادی نباید بزنن سال رو انجام بده. توپ بلند برای استفاده صیاد کوکبی، مقابل خودش رویین رو داره، بازم سال رو انجام میده. سعید ابراهیم پور دفع توپ رو انجام میده. تا شریعتی صاحب توپ، ارسال بلند به سمت راست، عقیل انافشه مقابل خودش علی خدایی رو داره. مرادی ارسال رو انجام میده، لطف خدا دفع میکنه. محمد رستمی با ضربه سر توپ رو به سیمانپور میخواست برسونه، خود سیمانپور همچنان درگیر، رو به عقب کار میکنن با علی ملایی. تمام بازیکن تیم نیرو در زمین تیم داماش اومدن، میخوان گل خورده رو جبران کنن. صیاد کوکبی اعلام اوت میشه به سود داماشی ها. میلاد روین رو میبینیم گوشه زمین، میخواد پرتاب اوت رو انجام بده برای بازیکن تیم داماش. پرتاب روین انجام میده. میری ضربه سر رو زده تا شریعتی دفع توپ رو انجام میده. انافشه اعلام خطا میشه، اونجا یه برخورد خیلی خطرناک انجام میشه اگه اشتباه نکنیم. ضربه سر بوده، برخورد دو بازیکن از ناحیه سر بوده. پزشک تیم داماش وارد زمین میشه. امیدواریم بازیکنان ما بتونن ادامه بدن، بازی رو خطرناک نباشه اون معصومیت. تیم آقای نظر محمدی 1-0 پیش افتاده از تیم نیروی زمینی تهران. دقیقه 64 بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. علی نظر محمدی رو میبینید که اونجا داره با سعید ابراهیم پور صحبت میکنه. بازی به دلیل برخوردی که در میانه میدان دو تا بازیکن با سر به هم برخورد کردن چند دقیقه است که از جریان افتاده و داره به وضعیت دو تا بازیکن رسیدگی میشه. من یه بار دیگه اعلام کنم به دلیل مشکلات فنی که پیش اومده بود ما داریم بازی رو از صفحه FC داماش خدمتتون ارائه میدیم. امیدواریم که در هفته آینده با برطرف شدن اون مشکل بازی تیم داماش رو از صفحه رسمی باشگاه براتون ارائه بدیم. تیم داماش تا این لحظه 1-0 پیش افتاد از یاران آقای فرشاد پیوس که از بازیکنان داماش رو میبینید که داره به بیرون میاد. این خبر خوبی نیست، چرا که آقای نظر محمدی رو نیمکت خودش تنها 4 بازیکن رو داره، 4 بازیکن جوونی که اونا هم آینده دارن و میتونن به این تیم کمک کنن، فقط تجربه کافی رو ندارن.
اگر اشتباه نکنیم کنان طاهر نژاد که نقش زمین شده. دو تعویض همزمان برای تیم نیروی زمینی. مدافع شماره آخر تیم داماشه میلاد و شماره 2 ابراهیم مرادی از زمین مسابقه خارج و رجای آنها شماره 27 رضا محمدی و شماره 5 علی خلیلی وارد زمین مسابقه شدند. طاها شریعتی از تیم نیروی زمینی تهران بلند ضربه سر رو علی خدایی زده. دفع توپ از آرمان لطف خدا، یک تیکی به زمین تیم نیروی زمینی تهران. بلند محمد رستمی استاپ سینه رو درست انجام نداد و توپ از پای او جدا شد. میاد یزدانی اشتباه از میاد، خطرناکه، نبود بزن ضربه رو بزنه پشت محوطه جریمه. خود رضا زاهد تبار باز میکنه بازی رو. سجاد قلیبگی، خود سجاد انصافا در نیمه دوم خیلی خوب کار کرده. سجاد شریعتی توپ رو برداشت و به دل دفاع تیم داماش زده. خود شریعتی پاس رو میده، شریعتی خطرناک و توپی که به بیرون میره باید کنار دروازه داماش به جریان در بیاد. کنان طاهر نژاد رو میبینید که احساس مسئولیت میکنه دوباره. دست آقای نظر محمدی رو نیمکت واقعا خالیه. رضا شاخص رو یه صحبتایی باش انجام داد آقای نظر محمدی. اسماعیل فطرتی و سهیل حقشناس، سید حسین حقشناس و مهان باقری رو نیمکت داره. سعید ابراهیم پور باید بازی رو به جریان در بیاره. دومین دقیقه بازی رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار 1-0 به سود داماش. زننده گل تیم داماش سپهر سیمانپور. میاد یزدانی، سجاد قلیبگی رو دستش داره، سپهر حرکت میکنه. میاد یزدانی کوتاه کار میکنه، میری علی خدایی کوتاه با قلیبگی، خود سجاد قلیبگی، محمد میری رو به عقب کار میکنه. بازیکن تیم نیروی زمینی تهران یا شماره 70 خدا مرادی بود که توپ رو به ملایی رسوند. دلفی نباید بزنن بازیکن تیم نیرو، راحت به زمین تیم داماش بیان. صاحب توپ انافچه گوشه زمین، دلفی یک و دو رو انجام میده، خطرناکه. مقابل خودش روحین رو داره، خود میلاد روحین دفع توپ رو انجام میدن. حالا اعلامه خطا میکنه آقای جنگی. نفس راحت رو هم میکشیم ما. ثانیه هایی که برای داماشی ها به کندی داره دنبال میشه و از اون سمت به سرعت برای تیم نیروی زمینی تهران. امیدواریم که 25 دقیقه باقی موندن هم داماشی ها سلامت بگذرونن و دست پر از تهران خارج بشن. یعنی آقای نظر محمدی میلاد روحین پشت توپ قرار گرفته، ضربه رو میزنه. آرمان لطف خدا اعلام خطا میشه بر روی محمد میری. محمد میری کوتاه کار میکنه با کنان طاهر نژاد. خود لطف خدا به زیر توپ میزنه. رضا زاهد درگیر با هاشمپور. موسی زاده میانهای میدان. اعلام خطا میشه از محمد میری. جباری کوتاه کار میکنه، سرعت میدن به بازی بازیکن تیم نیرو. شریعتی صاحب توپ،
موسازاده، محمد میری، باز هم میری. این بار اعلام خطا میشه از محمد میری. خودش هم به اون صحنه اعتراض داره، باورش نمیشه که داور خطا اعلام کرده. به هر حال آقای جنگی اعلام خطا کرده بود. به بازی برگردن داماشی‌ها. در شماره 27 پشت توپ قرار گرفته. اشتباه با تیم داماش خطرناکه. سیاد کوکبی ارسال رو انجام میده. سر رو میزنن بازیکن تیم نیرو. اشتباه داماشا. حالا نتیجه بازی 1-1 مساوی میشه در دقیقه 70 بازی. میتونست دفع توپ رو انجام بده مدافع تیم داماش. تا اینجای کار هم هیچی رو از دست ندادی. یه مقدار از لحاظ بدنی کم آوردن داماشی ها. به سمت چپ میاره برای علی خدایی. سجاد قلیبگی میاد، یزدانی قلیبگی 1-2 رو انجام میدن. خود خدایی رو به عقب با یزدانی. اولین گل تیم نیروی زمینی شماره 15 سجاد عمرلو. بیرون افتاده این دیگه. در شماره 70 خدا مرادی کوتاه کار میکنه با جباری. موسازاده بلند برای دلفی. اعلام آفساید میشه. خود سعید ابراهیم پور با بازی رو به جریان در بیاره، یه مقدار بازی رو آرام کنن داماشی‌ها. یه تعویض رو آقای نظر محمدی داره انجام میده. حسین حقشناس میانه های میدان. محمد رستمی صاحب توپ. اشتباه از محمد، اعلام خطا میشه از اون. اعتراضای شدیدی رو که کادر فنی و کل استادیوم داره انجام میدن. ظاهرا این بازی بدون هوادار بوده، منتها حالا 40-50 نفری داخل استادیوم از سمت عوامل نیروی زمینی تهران در استادیوم حاضر شدن، دارن اعتراض میکنن به تصمیمات داوری. این مقدار میخوان آقای جنگی رو تحت فشار قرار بدن. قوای جسمانی داماشی‌ها هم تحلیل رفت و امیدواریم تا انتهای بازی بتونن این بازی رو یه جورایی حفظ کنن. محمد میری ارسال بلند رو انجام میده برای رضا زاهدتبار. ارسال کوتاه داخل محوطه جریمه. رضا زاهدتبار اعلام خطا داره، کارت زرد دومو میده به رضا زاهدتبار. اخراج داره میکنه آقای جنگی. چرا کارت زرد دوم رو داد به رضا زاهدتبار؟ اگه اشتباه نکنیم باید اخراج بشه رضا زاهدتبار. اون صحنه دوباره تیم داماش 10 نفره میشه و حالا یه 15 دقیقه رو باید ما 10 نفره دنبال کنیم. گفتم نباید اون اشتباه رو انجام میداد. رضا 10 نفره میکنه خودش رو، تیمش رو. داماشی که رو نیمکت تنها 4 بازیکن رو داره، 2 تا بازیکن جوان هم آقای نظر محمدی میخواد به بازی بفرسته.
داموشی ها 10 نفره میشن در دقیقه 73 بازی. اگه ما گزارش نمیدیم مقدار ناراحت شدیم. شرایط خیلی سخت میشه برای داماش تو این 15 دقیقه پایانی. داموشی هایی که 1-0 پیش افتادن خیلی قشنگ داشتن بازی رو اداره میکردن، روی اشتباه گل تساوی رو دریافت کردن و حالا 10 نفره شدن. حالا باید بازی به جریان در بیاد. در شماره 14 موسازاده بلند ضربه سر رو روحین زده. سپهر سیمانپور رو به عقب کار میکنه با روحین، دفع توپ رو انجام میده. 1-2 رو انجام میده. سپهر سیمانپور صاحب توپ یه اوت رو میگیره. سپهر ملایی صاحب توپ کوتاه کار میکنه با شریعتی. خود شریعتی صاحب توپ. خدا مرادی صاحب توپ به سمت چپ میبره برای جباری. دوباره خدا مرادی باز میکنه برای شریعتی. ارسال بلند رو انجام میدن. توپی که بی هدف و یک تیشه به بیرون میره. حالا 2 تعویض برای داماش باید انجام بشه. رضا شاخص رو میبینید که میخواد به بازی بیاد. حسین اخشناس رو هم کنار زمین ببینیم. باید ببینیم کدام بازیکن از زمین خارج میشه. و داماشی ها 2 تا جوون دیگر آقای نظر محمدی وارد بازی میکنه. الان فقط یوسف بهزادی رو نیمکت دارن داماشی ها. یه دونه هم اسماعیل فطرتی و ماهان باقری. علی خدایی رو بیرون کشیده و حسین اخشناس رو به بازی آورده آقای نظر محمدی. 2 تعویض هم در تیم نیروی زمینی داره انجام میشه. سیاد کوکبی از بازی خارج میشه. یار شماره 23 علیرضا اسدآبادی برای تیم داموشیان رشت. علی خدایی و محمد رستمی از زمین مسابقه خارج و به جای آنها سید حسین اخشناس و رضا شاخص وارد زمین مسابقه شدند. تعویض برای تیم نیروی زمینی تهران شماره 77 سیاد کوکبی از زمین مسابقه خارج و به جای ایشان شماره 23 علیرضا اسدآبادی وارد زمین مسابقه شد. ضربه سر رو بازیکن تیم نیرو میزنن. بازیکن تازه وارد ارسال رو انجام میده. ضربه سر رو بازیکن تیم داماش زدن. محمد میری صاحب توپ. سپهر سیمانپور گوشه زمین میلاد روی مشاهده میکنه و توپ به بیرون میره. بازی از کنار دروازه تیم داماش به جریان در بیار. وارد دقیقه 75 بازی میشیم. حساب کار همچنان 1-1. بازی که ابتدا داموشیا پیش افتادن و در ادامه با حملات تیم نیرو بود که بازی رو به تساوی کشوندن. خود سعید ابراهیم پور بازی رو به جریان در میاره. بلند ضربه سر رو مدافعین تیم نیرو میزنن. میلاد روین کوتاه کار میکنه با یار شماره 17 سپهر سیمانپور.
یکی از بازیکن تیم داماش اونجا احساس مسئولیت میکنه. آرمان لطف خداست. پرتابوت رو داماشی‌ها باید انجام بدن. میلاد رویین پشت توپ قرار گرفته. پرتاب رو باید انجام بده. بلند برای استفاده شاخص، خود شاخص بلند به محوطه جریمه تیم نیروی زمینی تهران. شریعتی در روی سر رو میزنه، رو به عقب کار میکنن با علی ملایی. پرتاب بلند رو انجام میده، تو به خودش اشتباه کرد و توپ بیرون رفت. طاهر نژاد محمد میری درگیر، حق‌شناس اعلام خطا میشه، یه کارت زرد رو هم میگیره. یا شماره 23 اسدآبادی، بازیکنی که تازگی وارد زمین شده. رضا بیا بالا، رضا بیا بالا دیگه، بیا بالا. آرش میدونم دیگه. میری ارسالو انجام میده. قلیبگی صاحب توپ، خود سجاد قلیبگی. سپهر سیمانپور رو به عقب با رویین به زیر توپ میزنه. شریعتی به سمت راست میاره. حق‌شناس یه اشتباه بکنه تیم نیرو. میاد یزدانی، باید ببینیم چه کار میکنه. بازی رو باز میکنه. سپهر سیمانپور، خود سپهر توپ رو از دست میده. یه پاس خوب اون گوشه زمین. رویین نباید خطا بکنه. خود رویین به درستی و خیلی جسورانه توپ رو دفع میکنه. میلاد رویین امروز خیلی خوب کار کرده. میلاد واقعا جوانای ما امروز سنگ تموم گذاشتن. یه مقدار ترکیب داماش رو شما خودتون مشاهده کنین. از ترکیب 11 نفره 5-6 تا بازیکن زیر 23 رو آقای نظر محمدی گذاشته تو زمین. اونا مزد اعتماد آقای نظر محمدی دارن میدن. رضا شاخص و سپهر سیمانپور و میلاد رویین و حسین حق‌شناس. سجاد قلیبگی میانه های میدان، خود سجاد صاحب توپ. حسین حق‌شناس یه پرتاب اوت رو میگیره. گوشه زمین درگیری دارن به وجود میارن. حالا اخراج میکنه که از اعضای کادر فنی تیم نیروی زمینی تهران رو. یک کارت زرد رو هم به آقای نظر محمدی میده. یا بشین دیگه. بگیره دیگه. نه مثل معروف شد. ولی داشت که میگرفت. یکی داد بزنی سجاد میخواد اخراج کنه. اینو باید نمیشه لال کرد. سجاد! 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 سجاد قلیبگی! بعد از چند دقیقه یعنی دست به هر کاری دارن میزنن، تشنج رو ایجاد کردن. موقعیت خطرناک. میلاد رویین، یونس دلفی این بار
خطا رو انجام میده بیرون محوطه جریمه. موقعیت بسیار خطرناکی است. بازیکن تیم نیروی زمینی چسبیده به محوطه جریمه در دقیقه 80 بازی. یونس دلفی پشت توپ قرار گرفته. موقعیت بسیار خطرناکی است برای بازیکن تیم نیرو. امیدواریم که این توپ گل نشه. خود دلفی ضربه رو میزنه و دفع توپ انجام میشه. ضربه دوم، یه شوت بی هدف. مدافعین تیم داماش خطرناک و اعلام کورنر میکنه آقای جنگی. یه مقدار داخل محوطه جریمه شلوغ شده. سپر سیمانپور بود که نقش زمین شد. کورنر رو باید بزنن بازیکن تیم نیرو. ما مسیر حاشیه‌ها شدیم و یه مقدار دور و بر ما خیلی شلوغ و مدام تشنج داره ایجاد میشه. من اگه ساکت میشم عذرخواهی منو بپذیرین. مرادی کوتاه کار میکنه پشت محوطه جریمه. نباید بزنه ارسال رو انجام بده. سجاد قلی بگی درگیره. حالا ارسال رو انجام میده و توپو بی هدف به بیرون میره. سعید ابراهیم پور بود بازی رو به جریان در بیاره. دقیقه 83 بازی رو هم پشت سر میذاریم. حساب کار همچنان 1-1. تیم داماش با 10 بازیکن داره بازی رو ادامه میده. رضا زایتوار از بازی اخراج شد و شرایط سختی رو دارن داماشی‌ها پشت سر میذارن. ضربه سر رو لطف خدا میزنه. حقشناس میاد و دفع توپ رو انجام میده. رضا شاخص به دنبال توپ. شریعتی و ضربه سر توپ رو به ملایی رسوند. کوتاه کار میکنه. جباری، خدا مرادی صاحب توپ. ارسال بلند. اعلام خطا میشه اون گوشه زمین. مایک اول بازی. خب به بازی بریم. شریعتی صاحب توپ. خود شریعتی، اشتباه از شریعتی. محمد میری در حساب توپ ضعیف عمل میکنه. اونور بازیکن تیم نیروی زمینی تهران یه پاس توی عمق رو میدن. نباید خطا بکنه محمد میری. دستور ادامه بازی رو میده. روین توپ رو به بیرون میزنه. پرتاب به صدا بازیکن تیم نیروی زمینی تهران.
سعید ابراهیم پور در دقیقه 85 بازی. حساب کار 1-1 داره دنبال میشه. سعید ابراهیم پور بلند به زمین تیم نیرو زمینی تهران، ضربه سر رو جباری زده، اشتباه بازیکن تیم نیرو محمد میری. رضا شاخص پاس رو میرسونه به میاد، 1 و 2 رو انجام میده خود شاخص با تلاش خودش رو انجام. نیرو زمینی تهران میانه های میدان صاحب توپ میرن که تلاش که ضد حمله رو داشته باشن. آرمان لطف خدا ضربه سر رو میزنه، باید اضافه بشن مهاجم تیم داماش در کار دفاعی خطرناک. حقشناس نباید بزنه، شوت رو بزنه. یا شماره 27 داماشی ها 4-5 بازیکن روی پایه شماره 27 بالاخره توپ رو دور میکنن. شریعتی دوباره میرن که یه حمله رو داشته باشن، نباید بزنن، شوت رو بزنه و میزنه و توپ بیرون میره. یا نفس راحت رو میکشیم برای چند لحظه. اینقدر ما حرص و جوش داریم میخوانیم خداییش تیم 14 نفره اومده به تهران. من چندین بار اعلام کردم حق داماش حداقل 1 امتیاز هست. امیدواریم که دست پر تهران رو ترک کنیم و در رشت بتونیم بازی بهتری رو ارائه بدیم. 87مین دقیقه بازی رو پشت سر گذاشتیم. محمد میری توپ رو دفع میکنه، این گوشه زمین شریعتی صاحب توپ. خود شریعتی بلند به زمین تیم داماش. یونس دلفی، میلاد رویین با توپ رو دفع کنه. رویین دفع کن توپ رو، چرا اعلام خطا نکرد؟ خطرناک، نه بزن ارسال کنه. میری توپ رو دفع میکنه. 5 دقیقه اوقات تلف شده رو اعلام میکنه. بگیرین دیگه، برای بگیر مامان، بگو تموم شد دیگه. الان بگو ساعت چنده؟ 5 بعد تمام شد. اعلام خطا شد به سود داماشی ها. لحظات سختی رو پشت سر می‌ذاریم، ثانیه هایی که به کندی داره به داماش میگذره و این بازی بسیار حساسه چون که حریف مستقیم داماشی همین نیرو زمینی هستن و به اینکه ما با این تیم دست و پا بسته و با 2 جلسه تمرین بازیکنان پرتلاش داماش پای به این بازی گذاشتن. امیدواریم که این 4-5 دقیقه رو هم تحمل کنن و بتونن دست پر حداقل امتیاز 1 امتیاز رو بگیرن. داماشی ها تعویض برای تیم نیرو زمینی تهران، شماره 10 یونس دلفی از زمین مسابقه خارج و به جای ایشان شماره 21 امیر دهقان کنان طاهر نژاد بلند و یک تیکه به زمین تیم نیرو زمینی تهران به سمت چپ میبرن. جباری نبود بزنه ارسال رو انجام بده. یا شماره 27 مقابل خودش سجاد قلی بیگی رو داره. دفع توپ رو انجام میدن. آرمان لطف خدا، شریعتی رو به عقب کار میکنه با جباری. ارسال بلند، یه ضربه قشنگ رو میزنه. خدا رو شکر تا میتونی از این ضربه ها رو بزن، یه مقدار بازی آروم بشه و امیدواریم که دو دقیقه از اوقات تلف شده بازی پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان 1-1. 3 دقیقه از اوقات هم باقی مونده. سعید ابراهیم پور بلند ضربه سر رو بازیکن تیم نیرو زمینی تهران میزنه. میاد یزدانی به دنبال تو، مقابل خودش تا شریعتی رو داره، رو به عقب کار میکنن با علی ملایی. به سمت چپ میبرن، یه پاس توی اون رو باز هم میدن. میلاد روحین
توپ بیرون رفته و به سود داماشی هاست. 93 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. تنها 1 دقیقه و 30 ثانیه رو داماشی ها باید این مقدار مدارا کنن تا دست پر به رشت برگردیم. یک امتیاز خیلی میتونه به ما کمک کنه. تعویض میخواد برای داماش انجام بشه. ماهان باقری رو آقای نظر محمدی میخواد به بازی بیاره. ارسال بلند رو انجام میده. سعید ابراهیم پور ضربه سر رو میری میزنه. سپر اعلام خطا میشه به صورت تیم داماش. حالا آقای جنگی دستور تعویض رو هم میده. یک دقیقه و 30 ثانیه از اوقات تلف شده باقی مونده. احتمالاً آقای جنگی تو همین وقتای تلف شده باز هم اوقات تلف شده اعلام بکنه. آقای نظر محمدی این 2 تعویض رو انجام میده. دیگه کاملا نیمکت داماش خالی شد. 4 بازیکنی که با خودش آورده بود نظر محمدی وارد بازی کرد. ماهان باقری حالا اسماعیل فطرتی هم میخواد به زمین بفرسته. این 1 دقیقه و 30 ثانیه رو ما اگه پشت سر بذاریم امیدوارم که همینطور هم باشه. که از بازیکن داماش نقش زمین شده. لحظات بسیار حساسی رو پشت سر میذاریم. امیدواریم که داماشی‌ها با آروم کردن بازی این 1 دقیقه رو هم پشت سر بذارن. حساب کار 1-1. دقیقه 95 بازی. تنها 20 ثانیه از وقتای تلف شده باقی مونده. منتها تو همین وقت تلف شدم آقای جنگی احتمالاً اوقات تلف شده دوباره اعلام کنه. ثانیه هایی که به کندی داره برای ما سپری میشه و محمد میری پشت توپ قرار گرفته. امیدواریم که نهایت دقت رو در استفاده از این توپ انجام بدن. خود میری دورخیز رو انجام داده. تعویض برای تیم داماش رشت شماره 3 ضربه رو میری میزنه و توپ بیرون میره. علی ملایی بازی رو به جریان در میاره. 95 دقیقه اوقات تلف شده تمومه. باید ببینیم آقای جنگی کی سوت پایان بازی رو میزنه. بلند ارسال میکنن. ضربه سر رو بازیکن تیم داماش زدن. ماهان باقری اعلام و اینم سوت پایان بازی و بازی که با نتیجه 1-1 به پایان رسید. داماش 10 نفره